شده. این مقصد آیت پیغمبر خوب میفهمه یا ما؟ چرا در عمر خود پیغمبر امی عمل انجام نداده؟ فتوحات مختلف کرد، غنیمت های خیلی زیاد آمد. آیا نمیتونست یک روزه برای جشن میلاد خود مقرر میکرد و دعوت میداد به صحابه کرام؟ بعد از او زیباترین و محبوبترین برادرم کسر صد میشه بسان پسان قطع ما بیشی باز دلیل که داری هر چیزی که داری. انا لله و انا الیه راجعون. بس خیلی خوب نکو آجی صاحب یک دقیقه بشینی خیر ببینی. این مولوی صاحب ما از اول همینطور ایره غصه گرفته. جواب علامه سیوطی را ما میدیم. علامه سیوطی و هر کس عالم برجسته است در حدیث در هر فن کتاب داره، ولی در مقابل حدیث پیغمبر هیچ کسی قابل قبول نیست. بحث بگذاری این در فضای آرام حل میشه. مولوی صاحب که هر قدر اعتراض دلیل داره میشینیم در فضای آرام بحث سرش میکنیم. اگر علامه سیوطی است، اگر سخاوی است، اگر هر کس است، خود تعجب دیسته که تو مولوی صاحب مقلد هستی و دلیل از عالم شافعی برام پیش میکنی و عالم حنفی رد میکنه. امروز سر علمای دیوبند مردم فخر میکنه، خوب گوشتان آواز بگیره و خود دیوبندی میگیره. ما این ورقه به این خاطر آوردیم، حواله ها جاتی که در فتاوای علمای دیوبند است اینجا نوشته کردیم. اگر مقلد هستی پدرت از این قول خود کشیده نمیتونه. اگر نیستی قول امام سیوطی را جناب مولوی سے پیش کرده نمیتونی. امام سیوطی رحمت الله علیه مذهب شافعی است. تو هیچ دیگه این دلیل نمیگیری. یا است که قطما اینجا بپذیر شیخ صاحب گپا بس است، یا است قطما بپذیرین که قرآن و سنت حاکم است. پشت قرآن و سنت میریم، دلیل از قرآن و سنت میگیم، گپ نزنی. دلیل از قرآن و سنت میگیم. قول عالم پیش ما معتبر نیست. علما هم خطا میشه هم به ثواب میرسه. البته کسایی که به نیت درست اگر در قول خود خطا هم میشه الله اجر برش میده. چرا؟ او به نیت خلاف دین و سنت رسول الله عمل نکرده، به قصد کار نکرده، خطا شده. غیر از محمد رسول الله دیگه هر کس قابل خطا است، قابل ثواب است. اگر کسی خود مقلد میگیره باز از کتاب خود باید دلیل بگویه، از جای دیگری دلیل گفته نمیتونه. از عالم غیر برای ما فتوا را نقل نکنه. چرا تو مقلد هستی، پابند یک مذهب هستی. اینطور نشیم که هر مسئله خواهش نفس ما بود و هر کس که گفته بود امو را پیش میکنیم، قول امو عالم پیش میکنیم. این گپ نمیشه. این موضوع را هر کس که دلیل داره ما به سطح عام، به سطح کابل اعلان میکنیم. اگر در این موضوع قطما بحث میکنه، مناظره داره، حاضر آماده هستیم ان شاء الله. ما اگر هر کس کرده میلاد، اگر هر کس ایجاد کرده ما برش بدعت میگیم. اینجا گپ است. ما تقریر خود خاتمه ببخشیم، باز بعد از او تو به هر قدر دلایلی که داری میشینیم بحث میکنیم. مولوی صاحب تناتونه اینطور خوب مجموعه کتاب هم گپا دلایل پیش شوه. این موضوع احساسات نیست. این گپا را کل شما براتان میگیم که چرا شبهه هاست. آیت قرآن پیش میکنه به خاطر ازی که میلاد ثابت است. در یک تفسیر گفته که اینجا میلاد شوه، میلاد شوه. میایم در سرش. آیت الیوم اکملت لکم دینکم، معارف القرآن تفسیر معتمد علمای احناف است از متأخرین که امروز خانه افغانی و مولای افغانی به امو تفسیر نیست و فخر هم سرش داره. ولی تأسف که تا که ما کور باشیم امو عالم در زیر الیوم اکملت لکم دینکم چقدر نکته جالب، چقدر قناعت بخش ذکر میکنه و میگه الله بر ما میگه که دین کامل کردیم. آلی اگر ما یک روز به نام میلاد میکشیم برای خوشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، معارضه با آیت قرآن است. بعد از او میگه که چرا این میلاد گرفته نشوه؟ آیا وجود پیغمبر یک نعمت بزرگ نیست؟ با وصف که نعمت بزرگ ما با آیت قرآن براتان ثابت کردم که بعثتش است نه ولادتش. بعثتش است نه ولادتش. خب برو ولادتش هم چون که سبب و ذریعه برای بعثت است او را نعمت بگیریم. چرا پیغمبری کار نکرده؟ ما از تو سوال دارم، چه ترجیحی داری؟ ولادت از بعثت؟ چه ترجیحی داری؟ ولادت از اسرا و معراج؟
چی ترجیح داری؟ غلبه پیغمبر در جنگ بدر. چی ترجیح داری؟ غلبه پیغمبر در جنگ حنین. چی ترجیح داری؟ غلبه پیغمبر در فتح مکه. تو خو میگی که 23 سال عمر پیغمبر هر لحظهش نعمت بزرگ است، هر لحظهش کارنامه تاریخی است که باید به خط زرین و طلایی نوشته شود. تعجب است که یکیش تو انجام میدی و دیگهش انجام نمیدی. چرا؟ اگر نعمت است، کلش نعمت است. از تو سوال دارم، اگر ولادت پیغمبر موجب شکرگزاری جشن است، به الله قسم ولادت ابراهیم خلیل الله، مبارزه ابراهیم خلیل الله، بنای بیت الله، مبارزش در آتش انداختن، و بالکل او هم در خط زرین نوشته شود، جشن گرفته شود. روز نجات موسی علیه السلام، روز مبارزه موسی علیه السلام باید تجلیل شود. روزی که عیسی علیه السلام یهود میگیره، دار بالا میکنه و الله او را نجات میده، او را ما و شما شکرگزاری نکنیم. 1,24,000 پیغمبر نظر به حدیث ضعیف آمده، کدام شما جشن بگیریم؟ برو طرف در دوران خودت بعد از پیغمبر آیا ولادت ابوبکر نعمت بزرگ نیست؟ آیا ولادت خدیجه نعمت بزرگ نیست؟ الان ولادت عمر نعمت بزرگ نیست؟ از عثمان، از علی و هر صحابی و هر که الله اعلان میکنه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. از اون مردم تو تجلیل نمیکنی؟ تجلیل کار او غریبا بیچارگکاست که روز تاریخی ندارن، بجز از اینکه روز ولادت عیسی علیه السلام برای خود تعیین میکنه که ما جشن بگیریم. اسلام کل روزای سالش، هر لحظه و ساعتش مکمل پر از تاریخ مهم است. کدام نعمت ما شکر گزاری کنیم؟ شکر الله شکر عبادت است. عبادت کیفیت طلب داره، طریقه طلب داره. کیفیت و طریقه عبادت غیر از پیغمبر کسی دیگری بر ما تعیین کرده نمیتونه. امو طریقه را پیغمبر بر ما وضع میکرد، ما امروز صدقه میکردیم، سیرت بیان میکردیم، درود میگفتیم، تلاوت قرآن میکردیم، لیکن پیغمبر نگفت. اگر تو واقعا محبت با مولوی صاحب تو دو خور هستی تالی را چی بگویم دیگه؟ شما نه شما گپ نزنه، شما گپ نزنه. این مولوی صاحب، این جناب مولوی صاحب بیچاره امی قدر معلومات نداره. سعی کنه ای برادرها، ای برادرها، شما به هیچ کس حقی گپ زدن نیست بجز از ما. از همه برادرها نه قهر میشه، نه غضب میشه، نه گپ میزنه. مولوی صاحب گپ زده، گفته تو آزان دادی، خب گوشتان بگیره، تو آزان دادی، پیغمبر آزان نداده. ای مردم، ابی محذوره صحابی جلیل القدر است، خواب میبینه، پیغمبر قطعی صحابه مشوره میکنه برای جمع شدن نماز چی عملی را اختیار کنیم، به توافق نمیرسه. گفت اگر صدا تو لب زنیم مشابهت با نصارا میشه، اگر چوبا را تنگ تنگ کنیم مشابهت با یهود میشه. امی طور بی فیصله تیت شدن. شب ابن چیسته عبدالله ابن زید ابن ربیهی رضی الله عنه خواب میبینه، آزانه که یک نس برش میه، تعلیم کلمات آزان برش میده و صبح پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش میکنه و پیغمبر جبریل امین امر میکنه که بخی آزان بده. جناب مولوی صاحب تو امی قدر گپا نمیفهمی که این پیغمبر امر کرده. خیر است تو باز اگر هر قدر دلایل داری قطمه آرام بشی در فضای آزاد به این خیستن، این منظوری در این خیستن تو نمیتونی که مردم فریب دادن نمیشه. مردم بصیرت داره، مردم دلیل